بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان. ارادت داریم ایستگاه نهم ماه مبارک رمضان در وقت افطار هم هستیم. ان شاءالله از دعاهای خیرتون ما رو فراموش نکنید. آیه 199 سوره مبارکه اعراف خیلی آیه زیباییه، یعنی اگه کسی توجه بکنه واقعا یکی از بزرگترین حسنات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو در این آیه اشاره کرده. ما موجودات اجتماعی هستیم که در اجتماع با افراد مختلفی سر و کار داریم. بعضی از افراد هستن آدمای معمولی هستن که بعضی موقع ممکنه حق ما رو ناحق بکنن. یه وقتی بعضی مواقع انسان‌ها نیاز به تذکر دارن و یه عده‌ای هستن که جاهلن دیگه، یعنی ممکنه انسان‌ها رو اذیت بکنن. پیغمبر خدا در این آیه سه تا دستور کلی من و شما میگه. میفرماید خذ العفو وامر بالعرف و اعرض عن الجاهلین، یعنی اینکه در مورد حقوق شخصی انسان تا میتونه بگذره، صفت گذشت و صفت بخشش در موارد حقوق شخصی خیلی مورد تاکید دین و اولیاء خداست. پیغمبر خدا چقدر مردم رو بخشید. ابو سفیان که به قول معروف اینقدر اذیت کرد، به قول معروف بخشیدش، لکه تا وقتی که حقوق شخصی پیغمبر بود. این نکته رو عرض بکنم. و نکته دوم اینه که در بعضی از جاها انسان باید به عرف عمل بکنه و امر داره به عرف، یعنی به خوبی ها امر کنه پیغمبر. بعضی مواقع نمیدونن، بعضی از افراد فکر نکنید همه این نکات رو میدونن، نه اینطوری نیست. انسان در روزگاری هستش که نگاه میکنه درست عصر اطلاعاته، درسته که گسترش اطلاعات شده، مردم فکر میکنید اطلاعات خیلی دارن، ولی تصورش بفرمایید حجم اطلاعات زیاده اما عمق اطلاعات کمه. نکته آخر که میخوام خدمتتون عرض بکنم اینه که در بعضی موارد با یه آدم‌هایی روبرو میشه که اینا جاهلن. میفرماید واعرض عن الجاهلین، خطاهای دیگر رو ببخشیم، به کارهای پسندیده دعوت کنیم، از افراد نادان پرهیز کنیم. و سه تا کار بگم که تو زندگی‌ها خیلی خوبه که عمل بکنیم. همین الان حداقل یه نفر رو ببخش، اون کسی که بهت ظلم کرده. ببین تو ذهنت واقعا با خدا معامله کن، اون یه نفر رو ببخش. در جمع‌های خانوادگی رفتارهای مورد پسند از خودمون نشون بدیم که ببینن شما رو که واقعا سیره اهل بیت رو دارید اجرا می‌کنید. و نکته سوم، اگه با فردی جاهل یا بی‌ادب مواجه شدیم کلکل نکن. خیلی مخصوصا موقع افطار، مخصوصا پشت چراغ قرمزا، عصبانیت‌ها، چون قند خونم میفته. خدا اینجاها یه مقداری انسانو میخواد امتحان بکنه. و از بعد زنه جاهلین به خدا میسپارمتون. میریم به سمت ایستگاه دهم یا علی مدد.